الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. به اتفاق ائمه اربعه و اتباع مذاهب اربعه موسیقی حرامه، آهنگ حرامه به اتفاق. ما ابو حنیفه چنانچه در شرح کافی اومده میگوید اجاره گرفتن برای آواز و نوحه خوانی و نی و طبل و بازی‌های بیهوده و هداخوانی و سرودن شعر و مانند اینها درست نیست، حرامه و هیچ اجر و پاداشی نداره. همه اینها قول ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد بن حسن است. ادوات موسیقی نزد احناف حرامه و تلفه. امام سرخسی و که میگه اجاره گرفتن بر آوازخوانی و نوحه سرایی و نی و طبل و دیگر بازی‌های درست نیست، زیرا گناه است و اجاره گرفتن برای کارهای گناه باطل است. کل ادوات موسیقی در مذهب کیه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابن جیم در بحر الرایق میگه همه ادوات موسیقی حرام است، حتی آواز سرایی با نی. امام کاسانی در بدایع صنایع هم همین میگه، حتی تا جایی که در مذهب ابو حنیفه تا جایی که حتی بر غنا آوازخونی نه آهنگ، حتی آوازخونی هم سخت گرفته شده. امام ابو حنیفه جایی که آواز میخوندن نمیرفت، تو اون ولیمه شرکت نمیکرد. امام مالک در کتاب مدونه ابن سحنون اومده که از عبدالرحمن قاسم نقل میکنه آیا امام مالک زدن دف در عروسی را جایز میدانستی یا نه و آیا اجاره دادن آن را جایز میدانستی یا نه؟ امام ابن قاسم میگوید امام مالک دف و دیگر ادوات موسیقی را در عروسی کراهت تحریمی هست میدانست، چون کراهت نزد ائمه متقدمین تحریمی نه تنزیه، چنانچه ابن قیم میگه و آن هم بدین علت که من از وی سوال گرفتم و آن را ضعیف دانست و نپسندید. بعد اومدن بعضیا گفتن که این کراهت تنزیهی که جوابش میاد در مدونه ابو زید قیروانی که میگوید به طور عمدی گوش دادن سخنان باطل و بیهوده به هر نحوی حلال نیست و نه هم شنیدن موسیقی با واسطه حلال نیست. یعنی چه حلال نیست؟ یعنی حرامه. حلال نیست یعنی حرامه، واضحه از گفته ابو زید قیروانی. و همچنین امام مالک چنانچه ابن قاسم نقل ازش میکنه میگه وقتی امام مالک فروختن این کتاب یعنی کتابای شعر و آواز سرایی را کراهت شمرده است، اجاره دادن آن کتاب‌ها برای مطالعه نیز جایز نمیباشد. اجاره بدی کتاب آواز شعر برای کسی سرود بکنه، میگه این اجارت حرامه. این مالی که میگیری در ازای قرض دادن کتاب به یک شخصی که تو مجلس شعر بکنه، آواز بکنه، با اون اعانت بر منکر و حرامه، زیرا چیزی که فروختن آن درست نیست اجاره دادن آن نیز درست نمیباشد. ابن قاسم در مدونه جلد 3 صفحه 432. ائمه مالکی همشون، ائمه شافعیه، امام شافعی رحمه الله در کتاب جلد 4 صفحه 95 بحث میکنه اگر بگوید به کسی که از من ارث میبرد طبلی از طبل‌هایم بدهید، اگر آن طبل استفاده دیگری جز طبل زدن با آن نداشته باشد درست نیست. یعنی حق نداره اگر کسی مرد طبلی به جا گذاشته از ارث خودش درست نیست اون طبل به ورثه‌اش بدید، حرامه، الا اینکه طبلی باشه که در جنگ ازش استفاده شده باشه، چون مال حرامه. مال حرام هم هدره. کیه؟ گفته من که نیست، گفته امام شافعی رحمه الله هست. امام شافعی همچنین در جلد 4 صفحه 225 میگه در صورتی که عود یا نی و طبل را خرد کند، اگر برای کاری غیر از موسیقی زدن از آن استفاده شود باید آن شکستن جبران کند و اگر فقط برای موسیقی از آن استفاده شود چیزی به گردن او نیست. یعنی زدی عودی یک شخصی ارگ کسی را خرد کردی، هدره. قول کیه؟ امام شافعی رحمه الله. بیهقی هم همینو میگه، عز بن عبدالسلام هم همینو میگه، شوکانی هم همینو میگه، ماوردی و شیرازی و رافعی و نووی و ابن حجر و غزالی متقدم. بعد غزالی میاد به گفته غزالی استناد میکنه، نه غزالی که گفته حلاله از شافعی ها. کجا گفته غزالی؟ نص غزالی در احیاء علوم الدین کسی نگفته که صدای پرندگان حرام است و بر صدای پرندگان صدای دیگر چیزها که توسط انسان ها از اجسام دیگر خارج میشوند قیاس گرفته میشود. یعنی صدایی که از در و دیوار میاد مثل صدای پرندگانه، ولی که میگه اینجا و از این صداها که مثل صدای پرندگانه، از این صداها ادوات موسیقی و تار که با آن ساز زده میشود و انواع نی که دین آنها را حرام دانسته است استثناء می شود. از کل صداها این صداهای حرامی که از نی و طبل خارج میشه حرامه، بلکه میگویم شنیدن انواع تار که بدون وزن متناسبی زده می شود و لذت بخش بوده نیست حرام است. چرا موسیقی رو شرع حرام کرده؟ دیدید آدمایی که میرقصن؟ شما مجالس موسیقی را برید ببینید، مناسب فسق فجور را ببینید، از مشروبش، از رقص زن و مرد بی حیا و بی شرمشون، شرم و حیا را کنار گذاشتن.
حجاب رو کنار گذاشتن، زن وسط مردا داره میرقصه، عقل و شعور نداره. اون مردم بی غیرت داره ناموسش رو به عرضه دیگران در میاره. کجا مصالح شرع درش هست جز این که مقصده هست بی غیرتی و بی ناموسی توش هست؟ شرع اومده اینا رو مراعات کرده. شما میگید موسیقی حلاله مطلقا، همه چیز. شما فسق و فجور رو به مردم یاد دارید میدید، اجازه میدید، درش رو باز کردید، راهش رو باز کردید. شما دلیل بیارید. امام احمد رحمه الله چنانچه بکر خلال نقل ازش میکنه، میگه تنبور یک نوع از انواع سازه منکری از منکرات. همچنین یحیی بن یزدان براق نقل میکنه امام احمد درباره کسی که عود و تنبور و نی میزند سوال میشود آیا تعدیب میشود؟ بعد میگه باید او را تعدیب کند، حاکم باید او را تعدیب، بیشتر از 10 ضربه شلاق در او ببینیم، یعنی باید بیش از 10 ضربه شلاق بخوره. شلاق باید زده بشه کسی که عود میزنه، تنبور میزنه، تار میزنه. امام احمد. همچنین ائمه مذهب مرداوی و سفارینی و ابن قدامه مقدسی میگه در المغنی جلد 10 صفحه 74 آهنگ یا ادوات موسیقی 3 دسته هستند. دسته حرامه، انواع آلاتی که تار دارن و با آن ساز زدی، انواع نی، فلوت، عود، تنبور، دف، همه اینها حرامه. کدوم یک اجازه هست؟ دف. دائره اونم برای دختر در عروسی و عید و شادی، جای خاص، زمان خاص، وقت خاص، اشخاص خاص. تمامی این مذاهبی رو میگن. همونطور که ابن الجوزی خطاب بحثم میگم، ابن الجوزی رحمه الله میگوید در کتاب تلبیس ابلیس، وقتی ابلیس از گمراه کردن انسانهای صالح و عبادتکار در شنیدن صداهای حرام مثل عود مایوس شد، به چیزی که کاراییش مثل عود باشد نگاه کرد. پس آن را در آواز بدون زدن عود قرار داد و برای آنان تحسین کرد و هدف او پله پله و تدریجی عمل کردن است. و فقیه آن است که در اسباب و نتایج فکر کند و در مقاصد بنگرد. فقیه آن است که چی؟ در اسباب و نتایج فکر کند و در مقاصد بنگرد. مقاصد شریعت. شما شرعی از تشریعات الله ندارید الا اینکه مصلحت هست و درء مفسده هست. ان الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا انما ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. خودشون گمراه، مردم هم گمراه میکنن. موسیقی که جز شر و فساد و فحشا و منکر درش نیست به مردم حلالش کردن، فسق و فجور راه اندازی کردن. کدوم مصلحتی در این شرعه؟ کدوم مصلحتی در این فتوا هست؟ نگاه بکنیم، بررسی بکنیم منشأش چیه؟ چرا اینها اومدن این فتواها رو به مردم دادن؟ به خاطر اینکه تکثیر ثبات بکنن، افراد و تابعین خودشون، اتباع خودشون رو زیاد بکنن. والله و بالله کثرتمون به دردمون نمیخوره. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. کثرت به درد چی میخوره وقتی که اراذل اوباش همه با هم باشیم، به جون هم دیگه بیفتیم. این نگاه ناموسی این بکنه، اون نگاه ناموسی این بکنه، این ناموس خودش رو به عرضه در بیاره، این راه به زنا باز بکنه، اون راه به زنا باز بکنه. کجا در بی حیای دین و دینداری بوده؟ این جز هوای نفس و پیروی از راههای شیطان چیز دیگه نیست. چنانچه ابن الجوزی در کتاب تلبیس ابلیس میگه. سبحانك اللهم وبحمدك.